سلام دوستان عزیز، امروز اومدم براتون یه شیدر خوب برای ماینکرافت اندروید پیشنهاد کنم. اول میایید به اینجا، حواستون باشه اسم اینو یادداشت کنید. میایید اینجا برای اولین بار باز کردن برای اینکه اولین بار اینجا رو باز کنه نیاز به اینترنت، به قند شکن نیاز دارید، ولی بارهای دیگه نیاز به قند شکن نیست و میتونید بدون قند شکن از برنامه رو باز کنید. اینجا میایید پایین، یه لحظه صبر میکنید. فیلتر شکن کار نمیکنه، چون فیلتر شکن من چون قبلا رفتم بدون فیلتر شکن هم میشه. اولین بار نیاز به فیلتر شکن دارید، ولی دفعات بعد دیگه نیاز به فیلتر شکن ندارید. میایید پایین، بخش شیدران نیست، نمیدونم چرا تو بخش شیدران نداشتن، ولی یه شیدر خیلی خفنه که هرچی گوشیتون لود کنه اون با همون کیفیت بالا میاره. شیدر 3 بعدیه. میایید پایین تر، میایید پایین آها این به اسم این شیدر رو حفظ کنید. من میگه که این کیفیتش واقعی نیست. من از قبل دانلودش کردم، میذارید این دکمه. من چون از قبل دانلودش کردم که زمان ویدیو نره. اینجا میایید تو ستینگ، اینجا میایید اینو واسهتون میاره، اینو میزنید میاره اینجا واسه اینجا. اوکی، الان دیگه تو هر بازی برید با کیفیت 3 بعدی واسهتون بالا میاره. برای تستش هم میریم یه ورد میسازیم. اول این ورد رو مودش رو میاریم، میبینیم بله هست. اینجا دوباره میریم توی ورد، ثبت میکنید تا ورد لود شه. برای اولین بار اینجا واسهتون دوباره برمیگردونه که شما فکر میکنید بازی هنگ کرده، ولی هنگ نکرده. اولین بار کلا این کارو میکنه. دوباره میایید این داخل همون، یه بار هنگ میکنه میاره بیرون، ولی دومین بار میتونید راحت به چندین بار برید توش. صبر میکنید تا ورد آپلود شه. و میبینید که وای، فقط خورشید رو نگاه کنید، همه چی به همون شکل اول ولی 3 بعدی گذاشته. برگ درخت رو نگاه کنید. وای شیدر، این شیدر برای ماینکرافت گوشی یا همون ماینکرافت اندروید هست. نگاه کنید. از من اینجا واسهتون کریتیو میکنم. نترایت رو نگاه کنید، دایمند رو نگاه کنید، عجب چیزی شده. بلاک نترایتش رو نگاه کنید، بلاک آف دایمند، اوبزیدین. بای اوبزیدینش خیلی خوشگله. آهن. اگه این ویدیو رو دوست داشتید به پیج من سر بزنید.
هر چند وقت یه بار ویدیوهای خوب و دانستنی از ماینکرافت معرفی میکنم. این شیدرم که همونجور که دیدید باید وارد این برنامه شید. اولین بار با قند شکن، ولی دفعات بعد دیگه بدون قند شکن هم کار میکنه. فقط بار اول اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. فعلا خداحافظ.